دختر خالم میگه با ساخت گردنبند و زیورآلات به کسب درآمد بالایی رسیدم. ساخت زیورآلات میتونه به عنوان یک کسب درآمد عالی برای شما باشه و یا حتی با ساختنش میتونید تو فصل تابستون کودکانتون رو سرگرم کنید و به این هنر علاقه‌مند کنید. برای ساخت این گردنبندها شما نیاز به مهره‌های شیاردار، پلاک‌آویز و نخ‌های قیتونی دارید. به جای نخ‌های قیتونی میتونید از زنجیرهای آماده هم استفاده کنید. نخ‌های قیتونی رو میتونید در سایزها، رنگ‌ها و جنس‌های مختلف از خرازی‌ها تهیه کنید. حتی میتونید انگشترتون رو هم با بستن نخ قیتونی مطابق تصویر به دور اون تبدیل به یک پلاک آویز کنید. با دقت به نحوه پیچیدن نخ‌های قیتونی داخل ویدیو دقت کن تا یاد بگیری و بتونی اونها رو اجرا کنی. این ویدیو رو ذخیره کن تا موقعی که بهش احتیاج داری بتونی ازش استفاده کنی. و اگر میخوای اون رو داخل گالریت ذخیره کنی اون رو استوری کن و بعد از اون دانلود کن. برای بستن انتهای این گردنبندها میتونی از قفل بست یا گره آسانسوری استفاده کنی. اگه دوست داری آموزش گره آسانسوری رو هم داخل پیجم برات قرار بدم ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنی و برای حمایت کلمه ترفند رو کامنت کنی.